در سال 1805 میلادی در شهر اودنسه در کشور دانمارک پسری به دنیا آمد. پدر و مادر نام او این پسر را هانس گذاشتند. پدر هانس قفاشی فقیر بود و مادر مهربان او به زحمت میتوانست با پولی که شوهرش به دست می آورد خانه را اداره کند. هانس از همان کودکی با بچه های دیگر خانواده‌ای خود خیلی تفاوت داشت. گاهی ساعتها کنار جوی آبی می نشست و در درخت پرنده و یا وقتی کما میذاره باید جدا جدا بخونی. درخت پرنده و یا تکه سنگی چشم می دوخت و فکر می کرد. گاهی هم با اسباب بازی هایی که پدرش برای او درست می کرده بود بازی می کرد. خب برو صفحه بعد. اینجایی که تصویری داره از کتابایی که هانس نوشته. خب کدومشو میشناسی؟ تو هم همینجور دیبا کتاب رو اینو میشناسم، اینو میشناسم، اینو میشناسم. بالای سمت چپی چی؟ اینو میشناسم. اونم توی فارسی هم داریم. بیشتر اینا رو تو فارسی داریم. این توی فارسی هست جوجه اردک زشت. توی انگلیسی هست ugly duckling. اوکی.